بخیز که صبح شده. شما در اینجا چی میکنین خانم رنا؟ خانم رنا! خانم رنا؟ شما کجا میرین؟ استاد شوین لطفا. چی گپ شده الیف؟ خانم رنا ورق تولد ما گرفته. فرار میکنم. تحمل میکنم. ای بار از دست نمیتومد. منصرف نمیشم. چرا همیشه شما در مقابل میایین؟ من میخوایم ازت محافظت کنم. با این کارتان مانع میشین که مادرم پیدا کنم. الیف، چیزی هست که تو نمیفهمی. پس چی است بگوین برم؟ چرا ورقه گرفته فرار کردین؟ چرا نمیخواین که مادرم بشناسم؟ برات خو گفتم تو ضرر خواهد دیدی. مادرت هم از همین خاطر میترسه. نه که او شما را روان کرد. او براتان گفت که ورقه بگیرین. برش بگوین که این کارا هیچ فایده نداره. من تا آخرین نفس در جستجویش می باشم. این قسم نگو لطفا. خانم رنا لطفا ورقه برم بتین تا بفهمم مادرم کی است. نمیتونم الیف، نمیتونم. ما فقط میخوایم ای را بفهمم که مادرم کی است. اگه همین قسم اولاد شما را کسی ازتان دور میکرد، باز شما نمیخواستین که دوباره اولادتان پیدا کنین ها؟ میخواستم. یگانه چیزی را که زیاد میخوایم همیست. پس چرا این کار همراهی من میکنین؟ چرا؟ شما رفتن نمیتونین. خانم رنا شما باید گپ بزنید. باید برام حقیقت بگوین. بگوین که مادرم کی است. باید گپ بزنید. برام حقیقت بگوین. مادرم کی است؟ اما مادرم میخوایم. من فقط مادرم میخوایم و بس. مادرم میخوایم. مادر جان، مادرم کجاست؟ چند لحظه پیش رعنا خانم از شفاخانه بیرون شد جنرال صاحب. خب سند تولد چطور شد؟ پیش خانم رعنا است. او دختر متوجه شد. فکر کنم پوشش اعلان نخواد داد. درست است. دیگه من حل میسازم. من به شفاخانه میرم پدر جان، شما میایین؟ نه خیر، یک جلسه مهم دارم، باید آمادگیش بگیرم. درست است. پدرم را همیم گپ زدین؟ نه خیر. به نظرم باید گپ بزنین.
به خاطر که بسیار کارهای سر به خود میکنه. میگه که شما میخواستین مادرم از بین ببرین. میگه شما از همه چیز خبر داشتین. میگه اگه مادر دهن خود باز میکرد باز کل چیز تمام میشد. مشکلات خود ما کم بود که حاله گپای بیهودی او را هم بشنویم ها. درست است سنم، ما همراهش حتما گپ میزنم. نمیخوایم که به شفاخانه بیایه. همراه مادرم خو اصلا نمیخوایم گپ بزنیم. فهمیدم سنم، زیاد پرگویی را خوش ندارم. درست است. ما دیگه میرم پدر. یعنی چی که گم است؟ آخرین بار خو آقای ابراهیم دیده پشت بودیم. جنرال قدرت گرفته بود بشیم. چرا برش اجازه دادین؟ چرا مانعش نشدین؟ کوشش کردم، چند بار برش گفتم قبول نکرد. بعدش هم زنگ زد و با آخرین بار خواست که صدای ایلیف بشنوه. بعد از اون لحظه دیگه موفق نشدیم امروز تماس بگیرم. هرچی عاجل باید پیش پلیس برین. آقا ابراهیم گفته بود فقط سر شما باور کنم. از او خاطر به اینجا اومدم. او رو فقط شما نجات داده میتونین بچیم. البته اگر تا حال زنده باشه. ایلیف، باید برم بگوین که مادرم کی است. مجبور هستین که باید برم بگوین. تو خنک خورده دستایت بسیار سرد شده. تا که نام مادر من نگوین هیچ جایی نمیرم. تو مریض خواد شدی. بانین که شوم شاید او وقت باز بیاید. ای قسم نگو لطفا. میخوایم یک بار ببینمش، حتی اگه از دوران باشم. لازم نیست که او بفهمم، چون من زیاد در آرزوی دیدنش هستم. برم بگوین خانم رنا لطفا. بیا جانم، ده اینجا بشی. ما برات یک کمپل میارم، درست است؟ پایایت دراز کن، دراز کن. مرکز گرمی رو روشن کردیم، حالا گرم میشی. در مورد مادرم بگوین. چهره ما با مادرم شباهت داره. کمه. مادرت هم مثل تو است. رویش گرد است. زناق کوتاه داره. اما بینیایتان کاملا یک قسم است.
چی شده قماندان کوچک؟ حالا دیگه میخوای جنرال خدا تعقیب کنی؟ درباره ابراهیم آیگون مشکوک هستم پدر. 2 روز میشه که ازش هیچ خبری نداریم. فکر کردم که شاید شما دربارش چیزی بفهمین. شاید بفهمم، با تو چی ربط داره؟ به خاطر که او خسور مسیر خو میفهمین. تو بالای مرشخند میزنی بچه احمق. نه خیر. کسی را که خسر خود میگی جنرال قدرت اختطاف کرده بود، بالای خانومش حمله کرده، حالی هم جزای خودم میبینه. همه قسم باید جزایی شود؟ باید اظهاراتش گرفته شود، اما تو نیست؟ البته که اظهاراتش گرفته میشه، اما در وقتش. حال در موتر سوار شو، از اینجا گم شو. یک امر از قماندان، حالا دیگه زود باش. باز مکتت میفهمم. یک روز همه چیز خواهد فهمیدی. ای که کدام روز است نمیفهمم. رنگ چشمایش قهوه‌ای. مثل چشمای من. بله. موهاش دراز است. نه خیر. قدش قدشان برابر تو است. لاغر است. بله. دستایش چه قسم است؟ دستای من خود زیاد بدرنگ است. ببینم. نه خیر نیست. دستایت بسیار مقبول است. Çok üşüyorum anne, ağlıyorum hasret kor gibi yaktı beni. تو تب داری؟ Yangınlarda kalbim yaralı şimdi. متوجه هستی یا نه؟ نمیخوایم که بلای جانم شود. تشویش نکنین جنرال صاحب، از بین نمیبرمش، فقط جزایش میتون. چند ساعت میشه که بیهوش است؟ 2 ساعت میشه. خب دیگه زیاد استراحت کردم. بیدارش کن. خدای من، این دیگه کجا است؟ زیاد دور شده نمیتونه. بلندش کن. جنرال قدرت برای سلام روان کرد. گفت پرسان که مهمان ما زندگی خود خوش است یا نه. علیکم السلام. بسیار زیاد خوب هستم. خوب است. کمی دیگه هم ازت مهمان نوازی میکنیم. مادر، مادر لطفاً مرا رها نکن. من بسیار تنهاستم. همین جستم جان مادر. من هیچ جایی نمیرم. حالا بخواب. بخواب دختر مقبولم. مادرت تو را هیچ وقت تنها نمیمونه. دیگه نترس.
بی پدر ساعت چند بجه شده اما هنوز نامده. او زرد مرچه بلیاز خدا، من از زیاد بالای او دختر قهر نساز. کدام روز رو از بین خواد بردم، باز او خواد دیدی. از بین بردن ایلیف خو کدام کار سخت نیست، اما برانا خانم وعده دادیم. بله بفرمایین. پدرم میگین؟ همینجاست. پدر خانم رنا زنگ زده. راست میگی؟ قسم بخور. در تلفن خود تو را دیدن نمیتونه ایره خو میفهمی. گپای ناک نزن و زرد مرچه. چو باش بله بفرمایین خانم رنا، میخواستین امروی ما گپ بزنین؟ ببخشین الیف امشب همراه مس خواستم خبرتان کنم که به تشویش نشین. لطفاً جانم قسم نگوین. البته که بودم میتونه، شما دیگه خانواده او هستین. خدا حافظ. شب بخیر. شب بخیر خانم. ای صدقه چم رنا جان، تو خونه میفهمی امرای کی بازی میکنی؟ میگه ایلیف امشب امرای او اونجا میباشه، ما با تشویش نشیم. خانم ایگه پاشی از دیگه ولیاز خدا، او خواست صدای زیبای مرا بشنه و مرا بتابتر بسازه. ایلیف بهانه کرده. ای بچه چرا با گپ نمیفهمه؟ چرا نمیفهمه بچه احمق؟ هلاش کن. گفتم دستش ایلاک احمق. کاکا ابراهیم دست ما بگیرین. کاکا ابراهیم بخزین کاکا ابراهیم. بیاین کاکا، بیاین. خوب هستین کاکا؟ خوب هستین کاکا ابراهیم؟ بچه خوب هستم. قماندان فقط میخوایم بفهمم که مادرم کی است. اگر همین قسم اولاد شما را کسی ازتان دور میکرد، باز شما نمیخواستین که دوباره اولادتان پیدا کنین ها؟
حالا باید چی کنم؟ آب. ای آدم احمق کمیاله با جایش میبری قماندان دینیز. ای گپتان قبول نمی کنم جنرال صاحب. تو چی میگی؟ گفتم که امرتان به جای نمیارم، چرا که این کارتان غیر قانونی است. اگر کدام جرمی داشته باشه باز باید مثل یک فرد عادی جزا ببینه. هر چیزی که برات میگم زود انجام بده. دنیز تشویش نکنین کاکا ابراهیم، هر دوی ما از اینجا بیرون میشیم. از اینجا فقط جسدی را بیرون میکنی. بسیار خنک خوردیم. الیف جان این را از سرت پس کو، تب داری پس کو. من برات دوا میارم. بیا درم. رانا دروازه را باز کن. تا که باز نکنی از اینجا نمیرم. رانا خوب است، پس همه ما یک جا از بین میریم جنرال صاحب. قماندان تو بالای پدر خود شلیک میکنی ها؟ تو چطور؟ تو بالای پسر خود شلیک نخواد کدی؟ بس از اسلحه هایتان پایین بانه. شما بچه و پدر هستین، یکی دیگه خود میخواین بزنین؟ بعد از این دشمن هستیم، همون تو که خودت گفته بودی. بله همه تو گفته بودم جنرال صاحب. بس است دیگه، گپ اینا که خود بس کنه. به نظر من بس است. مستقیم به جایت برو. حالا کاکا ابراهیم فرار کن، فرار کن. دنیز این کارو نکن. دنیز چی میخوایی ها؟ تو چی حق داری که دخترم پریشان بسازی؟ پریشان چی؟ من حتی سنم در این روزا ندیدم. اما سنم تو را دیده که امرای ایجا گپ میزدی. حتی برش گفتی که ما خواستیم او را از بین ببرم. ای کار نکدی؟ اگه ای کارا میکردم باز حال ایجا زنده نمی بود. هر کس هم میتونی که به این موضوع قناعت بدی، حتی خودم. اما من باور نمیکنم، به خاطر که از رگ رگ تو خبر دارم. بسیار خوب میفهمم چی میکنی. تو به نام وجدان هیچ چیز نداری. به خاطر اهداف خود هر کاری کردم میتونی. اولاد خودم از بین بردم میتونی. حالا اگه گپایت خلاص شده باشه میتونی که از اینجا بری. سند تولد برم بتیرانا. چی شد؟ زیاد حیران شدین؟ معلوم میشه که قسمه که گفتی مرا کاملا نمیشناسین. چی شده؟ فکر میکنی که تو را تعقیب نخواد کردم ها؟ صبر کنین، صبر کنین. دنیز بچیم تو برو، من قدم زدن نمیتونم دیگه، توانایی ندارم. بیاین کاکا ابراهیم، سوار شوین. دنیز 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 گفته بستاد چو. آه
در داخل کی است؟ کسی نیست بیادر. شاید چیزی افتاده باشه. همینجا باش، من سند تولد میارم. الیف، تو چی میکنی؟ از پیشم افتید. درست است، من جمع میکنم. حالا دخترم بخواب. دنیز، ما کجا میریم؟ پیش یک شخصی که فقط میتونیم سر او باور کنیم. کی است؟ خانم رانا. به نظرم حالا دیگه وقتش رسیده که با هم مقابل شوین. هیچ چیز نمیفهمم. قسم میخورم برش هیچ چیز نگفتیم. بیبی، سند تولد ده اینجاست. لطفاً ایره بگیو برو. با دخترم ضرر نرسان. او هیچ گناهی نداره، باور کن. رانا، ما برات چی گفته بودم؟ برات گفته بودم اگه میخوای دختر زنده باشه باز ازش دور باش. نمیتونم بیادر. از اولاد خود دور بودن نمیتونم. پشتش دق میشم. دلم میخواد که او را ببینم. میخوایم در آغوش بگیرمش. میخوایم بوی وجودش استشمام کنم. لطفاً اجازه بده نزدیکم باشه. خب چطور فکر میکنی که او پشتی موضوع را اعلام میکنه؟ اعلام میکنه. او امید خود کاملا از دست خواهد داد. از من نفرت خواهد کرد. فقط برام کم وقت بده بیادر. خواهش میکنم ازت. لطفاً. این موتر جنرال قدرت از کاکا ابراهیم. شما هم اینجا منتظر باشین. بیاین. زود شوین، پایین شوین. بیاین کاکا ابراهیم. ای خب موتر سنجر است. دنیز؟ خانم رانا، وقت دارین؟ اتفاق افتاده؟ کسی به دیدنتان آمده. کی است؟ ابراهیم. رانا سلام. مادر،
الیف دخترم. شام که خانه آمدم پیش دروازم منتظر بود. زیاد خونه خورده بود. تب داره. به شفاخانه ببریمش؟ نه خیر فعلا خوب است. تشویش نکن تا صبح خوبتر میشه. حالا دیگه بریم که بیدار نشه. مادر بشی. زخمایت پاک میکنم، درست است؟ رعنا حاضر هستم به خاطر شما جان خود فدا کنم. میفهمم. مرا بخشیده میتانی؟ اگه ایلیف نمی بود باز هیچ وقت تو را نمی بخشیدم. اما وقتی که به چشمای دخترم میبینم باز کلی چیزا فراموش میکنم. نه عصبانیتم میمونه، نه قهر و نه کینه. ایلیف تمام بدی‌ها را از وجودم دور ساخته برد. به جایش یک محبت بزرگ برم داد. حالا اگه خواستم باشم بالای قهر بودن هم میتونم. ابراهیم تو برم یک دختر مثل ایلیف دادی. تو تمام دنیا را برم دادی. رعنا چی شده؟ ایلیف نیست. یعنی چی که نیست؟ من خود صدای پایش نشنیدم. رفته. تو کجا بودی؟ ده حمام بودم. رفتم که ببینم اما ده اتاقش کسی نیست.
امروز ساعت 11 در چایخانه بایکوز می باشم. لطفاً با مادرم بگوین که منتظرش می باشم. اگر نیایه باز قسمی که می خواهد از زندگیش برآمده میرم و دیگه نمیایم. ایلیف. دنیس، با آخرین بار میپرسم، بگو ابراهیم کجا پنهان کردی؟ شما تشویش نکنین، کاکا ابراهیم خوب است. دستایت از جبت بیرون که آدم باره جواب بده. سر مرش خندی میکنی. دستایت از جبت بیرون که. سنجر؟ هدف تو چی است؟ چی میخوایی؟ نیکی میخوای مرا تباه بسازی؟ تو چی فکر میکنی؟ اگر جنرال قدرت خبر شود تباه خواهد شدیم. هیچ دم قصه شام نیستم. این کار شما خلاف قانون است. اگر لازم باشه به دادگاه میرم. آقا ابراهیم باید جزای عادلانه ببینن. تا وقتی که ایره برم وعده نتین هرگز نشانی او را براتان نمیگم. صبر ملبری ساختین پدر. کدام روزی بچه مرا قاتل خواستا؟ سنجر. قماندان صاحب، این نامه به شما است. ای چی از بچیم؟ از طرف محکمه آمده. ایلیف دعوای طلاق باز کنم. میخوایم چند دقیقه تنها باشم. سنجر، از محکمه مکتوب آمده بود اونا بالاخره طلاق میگیرن. ما با وکیل گفته بودیم این موضوع را حل بسازه. بله، امر کنین جنرال صاحب. همیاله؟ درست است، همیاله میایم. از فرار کردن ابراهیم خبر شده باشه؟ ما حاله میرم. باز کل چیز خاط فهمیدم. ما ممرایت میایم. سنم به صبرانه منتظر خبر محکمه بود. میخوایم این مجدره برش بدم. حالا دیگه بریم. یه قدر زود میخوایی از من نجات پیدا کنی؟ بسیار ببخشید. شما هم اینجا میشینین؟ بله. ایلی فایدین؟ خودم هستم. این از شماست، لطفا امضا کنین. اینجا رو امضا کنین. بفرمایید. روزتان خوش. خواهر؟ بالاخره رای خانه را پیدا کردی؟ هولیا خوب نیستم، نمیخوایم امرایت گپ بزنم. ای چی است؟ مکتوب دادگاه. به خاطر طلاق ما است. اوه بالاخره از اون شوهر احمقت نجات میافتی. اگه نرم باز برای همش دختر خدا از دست خواد دادم. اگه بری بازم از دست خواد دادی. بیادرت هیچ وقت اجازه نمیده که ما یک جای شویم رنا. من نمیتونم ابراهیم. من دختر خودم میخوایم او را در آغوش خود بگیرم. لطفاً برم نگو که تحمل کن، چرا که دیگه توانایی تحمل ندارم. فکر میکنی که من درد نمیکشم ها؟ هر بار که او را میبینم قلبم پارچه پارچه میشه، نفسم قید میشه. باید از دختر خود، از جگر گوشی خود دور باشیم.
به خاطر محافظت از او باید دوریش تحمل کنیم رنا. ای آخرین چانسم است. اگه اون جنرام الیف مرا هیچ وقت نخواد بخشید، هیچ وقت. مریضه به کجا بریم؟ به اتاقش. از این طرف برین، اتاق آخر. میشه که نشانش بدی؟ سنم جان، ایشه خانم مرخص کردن؟ بله، اما دکترها گفتن که دیگه چیز بر انجام دادن نیست. تداویش در خانه ادامه میدیم. به نظر ما میکار خوب است، همیشه همراهش میباشین. راستی پدر منتظر شما هستن. خوب است، میبینمش. شفا باشه. سنم جان، برات بسیار خبرهای خوش دارم. امروز صبح از محکمه مکتوب آمده بود اونا بالاخره طلاق میگیرن. راست میگی؟ واقعا بسیار زیاد خوش شدم. روز به روز شکمم کلان شدم. هیره این قسم هم بر او هم بر من خوب شد. بعد از این دیگه همه چیز خوب شده. میره تشویش نکن. اگر لازم باشه یک محفل بسیار کوچک میگیریم. کافیست که اونو از هم جدا شون. جنرال صاحب، او دختر فعلا در قهوه‌خانه آمده. فکر کنم منتظر آمدن کسی است. با دقت تعقیبش کن. اگر کدام اشتباهی کرد میفهمی که چی کنیم. ما کم مشکل داریم که باید متوجه رنام باشیم. کدام مشکل است؟ بله، اما بسیار زود این مشکل حل میشه. جنرال صاحب، در پیش خانه رنایشان شما چی میکردین؟ نفهمیدم. محترتانه در پیش خانه رنا دیدم. راستش ما همراه خانم شنایی بدیدن یک دوست ما رفته بودیم. دوستم دمو منطقه میشینه. شاید مرا دمو منطقه دیده باشین، یعنی منطقه خانم رنایشان میگم جنرال صاحب. فهمیدم. ما یک جلسه مهم دارم، باید برم. خداحافظ. وای 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 واه، یعنی که ابراهیم به خانه خانم رنا بردی. این گپش به فکرم ناماده بود. ناخونه میگم بچه مستی. کم صبر داشته باش. کل چیز برش میگیم. وقتی از کل چیز خبر شد باز ما هم خواهد بخشید. حالا دیگه کم استراحت کن. نمیخوایم بخواب. میشه که برام قهوه آماده کنی؟ بسیار خسته هستم. البته که آماده میکنم. البته. در قهوه شیرم بندازم. بله خوب میشه. قهوهش چند قاشق بندازم. 2 قاشق بنداز. تو به خدایا شیر نمانده. رنا میشه که شیر. رنا
زود شو تستر برو زود شو. بله ابراهیم. رعنا ای کار را نکو، زندگی دختر ما را در خطر مندازی. از اینجا رفتم میتونم ابراهیم. ما و تو و دختر ما دوباره یک خانواده میشیم. رعنا ای را ما میخوایم. باید منطقی رفتار کنه. باید درباره ایلیف هم فکر کنیم. اگه در فکر ایلیف می بودی باز حال همراه من می آمدی. اما تو مثل همیشه فرار میکنی. من پیش دختر خود میرم. هیچ کس مانعم شده نمیتونه. حالا دیگه زود شوین. دروازه را باز کنین. خانم رعنا شما در خانه هستین؟ دروازه را بشکنانین. تمام اتاقها را با پالین زود شوید. زود جایین مادر بیایین. بی صبرانه منتظرتان هستم لطفاً. کاکا ابراهیم چای می نوشین؟ نه خیر. رعنا صبر کو، ای کار نکو، پشیمان خواهد شدی. در خانه کسی نیست جنرال صاحب. درست است میریم. اطاعت میشه جنرال صاحب. حالا دیگه میریم. زود شوین خانه رو تخلیه کنین. زود شوین. من دیگه تحمل کردن نمیتونم ابراهیم. من دوری او را تحمل نمیتونم. ای چند سال فکر میکردیم دختر ما مرده، تا حال تحمل کردیم رعنا. اما او زنده است. بیبی در اونجاست. 2 قدم از ما دورتر است.
منتظرم هست. منتظر مادرش است. دیگه نمیمانم منتظر مادر خود باشه، فهمیدی؟ دیگه این کار نمیکنم ابراهیم. درست است، برو. دخترت در آغوش بگی. من مانعت نمیشم، اما اگه دختر ما را چیز شود در تمام زندگی تو را بخشیده نمیتونم. ایره برای شما دادن. کی داده؟ یک خانم بود. فعلا او کجاست؟ او طرف رفتن خانم. تشکر. زود شوین داخل ببینین. عجله کنین. تو هم همراه ما بیا. زود باشین. موهایش دراز است؟ نه خیر. قدشم برابر تو است. لاغر است؟ بله. مادر؟ میبخشین یک لحظه. بفرمایین. این نامه را شما روان کردین؟ نه خیر. خواهش میکنم دخترم. حالا دیگه بریم رنا. حالا زود شو. در اینجا هیچ کس نیست. هیچ کس نیست. زود شوین. اطراف ببینین. زود شوین. رنا بازم دختر خود را انجاندم. او را در نیمه راه ماندم ابراهیم. کاری که درست بود انجام دادی. به خاطر زندگی دختر ما چپ ماندی. او فعلا ازم نفرت داره ابراهیم. از من نفرت میکنه. لطفاً گریه نکن. جنرال صاحب در قهوه خانم کسی نبود. در اینجا هیچ کس نبود. حالا زود شوین میریم. حالا انداختن سنگ به پایین کار ساده است، اما چیزی که بسیار مهم است که در کجا اصابت میکنه. خوب، دیگه چی میخوایی؟ برام چی پیشنهاد میکنی؟ اعتماد مثل تار است. اگه بسکله دوباره جور نمیشه. درست مثل تو و ما. نه تو بالای ما اعتماد داری و نه ما بالای تو. اما همیشه هر کسی که برام ما گفته بازت من فکر کردیم که برام شرط مانده جنرال قدرت. هدف اردوی ما خدمت به وطن است که ما و تو یک جا بزرگ شدیم صبری و موضوع اصلی ما وطن ما است. از او خاطر وقتش رسیده که اردوی ما یک جا حرکت کنیم. اجازه بده که برات واضح بگویم. موضوع اصلی ما خدمت به وطن ماست، اما هدف تو از اول به مقام رسیدن بود. به نظرت اشتباه کردیم؟
گپا دیگه طرف نبر صبری. هیچ کس نمیتونه عشقی که به وطن دارم از این بگیرم. اردی ما اولاد ای وطن و اساکر با شرف ای اردو هستیم. از این لحاظ به خاطر آینده وطن ما برات یک پیشنهاد کاری دارم. به خاطر که بالایت اعتماد کنم فقط برام یک دلیل قناعت بخش بگو جنرال قدرت. فقط یک دلیل. دولت ما از هم پاشیدن. تمام موانع از بین رفتن. بان ایره اعتراف کنم. چیزی را که تو سالها پیش درک کرده بودی حال ما متوجه شدیم. یا مثل هر حقیقت دیگه دردآور است، اما تو حق به جانب بودی. بعد از این دیگه به تو و مفکورایت ضرورت دارم. با خاطر که ما در صدد ای هستیم کسی را به قدرت برسانیم که با مردم ما امید دوباره بته و اردوی ما را دوباره مستحکم بسازم. صبر کو اینقدر زود هیجانی نشو. این بار شخص از بین شما انتخاب خواهد شد. گفتی از بین ما؟ میشه که واضح گپ بزنی قدرت؟ با آخرین بار میپرسم نیکی کدام نقشه دارین جنرال قدرت؟ فعلا چیزی گفته نمیتونم. میشه برش آغاز یک فصل جدید بگوییم. تمام سیاسون از فهرست بیرون خواهد شد جنرال صبری. در کشور انقلاب صورت خواهد گرفت که انتظارش نداشتی. میفهمی فعلا مردم امید خود از دست دادن. میخوایم یک رهبر واقعی را با مردم معرفی کنیم جنرال. بعد از سالهای طولانی کسی پیدا خواهد شد که با دل مردم امیدواری را جا بده. تو فکر میکنی در سیاست بسیار زیاد وارد شدی؟ اما نخیر، تو مثل یک پرنده بیبال هستی جنرال قدرت. هدف چی است واضح برام بگو. میخوایم که یک رهبر واقعی با قدرت برسه که اولین کارشام از کاری جبری باشد جنرال. یعنی امکان داره که عضو رهبری کننده تو باشی، البته اگه خواسته باشی. تو مرا قدر انسان پست فکر کردی جنرال قدرت؟ فکر میکنی که هدف ما فقط داخل شدن به اعضای رهبری دولت ماست ها؟ هر سربازی وطن وقتی که شب سر خود سر بالش میمانه باز دو خواب میبینه. یا که میخوای رهبر اردو شوه یا که هم رئیس جمهور. نه که تو در اردو نیستی صبری. البته که هدف هر سربازی است که یک روز سرقمندان کشور خود شود، اما به اساس شایستگی و لیاقت. وقتی که امرای فیلا یک جای شوی باز حتما زیر پای میشی. اما بازم اگه زیر پای شدن ما به خاطر خیر ملت باشه از دل و جان قبول دارم قدرت. با از گرفتن تصامیم عجولانه بسیار زیاد میترسم. باید در این باره تصمیم عاقلانه بگیریم. ایره باید ببینم که تو طرفدارای در کدام نقطه قرار دارین. بازو وقت همراهتان گپ میزنم. یعنی که با هم یک جا هستیم ها؟ ما درباره فیلا برات گفته بودم جنرال قدرت. نه حیوانای وحشی. چی نوشته بودی لیف؟ نخواندمش، دور انداختم. بیازه دیگه در قصهش نیستم. من فقط یک مادر داشتم که وامزی جان مادر بود. دیگه مادر ندارم. میخوایم چیزی بگوییم. الیف امکان داره که خانم رنا مادرت باشه. چی؟ هیچ ده فکرت نامده؟ دخترها، ما نامه جنرال قدرت با هم خواندیم، ایره نمیفهمین؟ شاید کدام اشتباه شده باشه. راستش بسیار وقت میشه که ما قسم فکر میکنیم. به خاطر تو تشویش میکنه، در فکر تو هست، ازت مواظبت میکنه، کاملا مثل یک مادر. روزی که تو را به شفاخانه میبردیم بسیار زیاد جگرخون شده بود. باید اونجا میبودی و میدیدی الیف. حتی تو را به زبان خود دخترم گفت. شاید او را از امو اول اشتباه در کرده بودیم. در حقیقت او در کنارت بود و تو نمیدیدیش. لطفاً چیزی نکن. قهر نشو. من از پیش دور نساز. بیازه اگه دور بسازی بازم نمیرم. من الیفم من حیث
یک تهدید به دانشگاه خودمان هم میبینم. مادر، اگه همه قسم اولاد شما را کسی ازتان دور میکرد، باز شما نمیخواستین دوباره اولادتان را پیدا کنین؟ میخواستم. یگانه چیزی را که زیاد میخوایم همین. خب چطور بفهمم که خانم رنا مادرم است یا نه؟ ده اینجا چی گپ شده؟ دروازه را شکستاندن. حتما دزد آمده. آقا تحسین اینجا چی گپ است؟ خانم رنا چند دقیقه پیش از کارا اینجا آمده بودن. دروازه را شکستاندن، داخل شدن. بعدشان بدون اینکه چیزی بگوین از اینجا رفتن. درست است. پس بهتر است که رفت ازش بپرسی که مادرت است یا نه لیف. او خو هیچ چیز نمیگه. با وجود که قدر ازش خواهش کردم اما هیچ چیز نگفت. بازم نمیگه. نباید بالای ما شک کنم. پیدا کردم. باور کنین پیدا کردم. نامه‌ای که مادرت نوشته بود پیشت هست؟ بله است. خب خطشه با خط خانم رنا مقایسه میکنیم. باز وقت حقیقت خود فهمیدیم دخترا. آفرین سهیلا. اگه خطا یک قسم باشه خانم رنا مادرت است. درست است، اما اون ما را از کجا پیدا؟ ما با اتاقش میرم. شاید بتانم کدام دست خطش پیدا کنم. چطوری لیف؟ خوبی کارا امروز انجام داده میتونیم. البته که میتونیم. دخترا براتون یک خبر خوش دارم. بسم الله. از تحصیلات عالی یک گزارش آمده. پیشت هست؟ هیئت‌ها به خاطر مشکلتون یک گزارش میخواین. همراهتون کمک میکنن، یعنی دوباره به درسای خود رفته میتونید. راست میگین؟ اما باید او گزارش یک از استادایتون نوشته کنه دخترایم. در فکر من خانم رنا آمد. بیا از او یک از شاهدایتون آمد. بدون او دیگه هیچ کسی کمکتون نمیتونه. خب یک سوال آقا، این گزارش باید با دست نوشته شوه؟ بله. میبینی که قید شدیم. آدم فریبکار. اگه دا وظیفه نمی بودم باز میفهمیدم همراهش چی کنم. ای خود تمام فامیل خود فریب داده. همراه کی گپ میزنی؟ هیچ. همه تو همراه خود گپ میزدم. درست است. ما شام میرم. پاسپورت گرفتی؟ بله کل چیز تمام است. فقط کم کار باقی مونده. منتظر ما میباشینی؟ ایره خو میفهمی که از خدافیزی خوشم نمیایم. متوجه خود باش. بله ما زیاستم. فعلا پیش ما یک کست است درباره جنرال قدرت. میشه دی باره مرا کمک کنین؟ درست است. تا 2 ساعت دیگه پیش ساحل میایم. تو کست میگیری و ما آزادی خوده. موبایل ما فراموش کردیم. وقت بیکار بودی برام زنگ بزن. درست است. وقتی که ما آمدیم دروازه شکسته بود. داخل شده بودن. یعنی اگه در خانه می بودیم باز ابراهیم دستگیر میکردن. بسیار عجیب است. هیچ کس نشانی اونجا را بلد نبود. چطور اونجا را پیدا کردن؟ نمیفهمم. وقتی که ابراهیم یک جای امن پیدا کرد باز برات اول میته. از او خاطر زنگ زدم. بسیار کار خوبی کردین. همراه الیف گپ زده تانستین؟ چرا ایرم میپرسی؟ به خاطر که فردا دوای طلاق ماست. منم میفهمیدم اما زنگ دروازه است باید قطع کنم. بیاین داخل.
نه که الیف چیزی شده ها؟ نه خیر، به خاطر یک موضوع دیگه اینجا آمدیم. فکر میکنم دروازه‌تون شکسته. مهم نیست. داخل بیاین حالا. نه ترس، من تنها هستم. میخوایم جنرال قدرت جزای خود ببینه. هر چیزی که لازم باشه انجام میدم. درست است؟ بیازم ماما میره میخوایم. بگیرن دختر. بسیار تشکر خانم رنا، شما ثواب زیادی بعد از خاط آوردین. امیدوار هستم که موثر باشه. هیچ شکی نداریم خانم رنا. امروز الیف دیدین یا نه؟ بله دیدیمش. اما بسیار جگرخون بود. بیازو خبر هستین مادرشان به دیدنش نامده بود. برش بگوین که اگه دست خودش می بود باز حتما می آمد، اما در دست او نیست. الیف چی شده؟ بیبی نوشته که حالا دیگه اونو مربطه که ببینیم. باش. آی قلبم استاد خواهد شد. اگه خواسته باشی من میبینم. نه خیر نه خیر، خودم میبینم. ای دیگه چی هست؟ دینیز باید هر چه زودتر با هم ببینیم. درست است میایم. مادر من او است. بله مادرت است. چی شده؟ کاملا درست است. تا حالا چرا ازم پنهان کرده بود؟ حتما به خاطر مواظبت توی کار انجام داده. هر چی که باشه باید برام میگفت. باید حسابی کار خدا بده. الیف استاد شو. شما چی وقت آمدم میتونین آقا؟ من تا صبح چی قسم گذاره کنم دازم؟ ای دروازه خو شکسته. خانم رنا ای دست خط شما است.
جواب بتین ایره شما نوشته کردین همه تو نیست؟ من نوشته کردم. مادری را که میپالی او من هستم ایلیف. دیگه بس هست. من تحمل کردن نمیتونم. اون مادری که دوری تا تحمل کرد تو را به آغوش خود نگرفت، اون مادر من هستم. تو طفل بستی که هیچ وقت در آغوشم گرفته بوی تستش مام نکردیم. دختر یگانم ایلیف جانم. تو قلب و زندگی بستی ایلیفم عزیزم. تو جان مادرت هستی. تو دختر یک دانه هستی. مادر بیا بغلم. بیا دختر گلم. بیا که این حسرت رو تمام کنیم. بیا هنر جانه. دختره. مادر جان دیگه مرا تنها نمونی. تو را هیچ وقت تنها نمیمونم عزیزم. ایلیفم. مادر جان بالاخره شما را پیدا کردم. جانم عزیزم. لطفاً جواب بدین. ازتان پرسیدم ایره شما نوشته کردید؟ من نوشته کردم. یعنی که شما چطور؟ بیا اینجا بشین. من کل چیزا برات میگم. درست نیست؟ نه خیر. همیاله بگوین نمیخوایم بشینیم. بله این نامه را من نوشته کردم. اما مادر تو من نیستم. یعنی که مادرت ازم خواست که ایره نوشته کنم. ایلیف چرا او قسم خواست؟ بیادر مادر تو را تهدید میکنه. اگه هر دویتان یک جا شوین باز شما را از بین میبره. ایلیف. یعنی که از مرگ میترسه ها؟ نه خیر او از مرگ نمیترسه. فقط نمیخواه که به تو کدام ضرری برسه. اگر نه به خاطر تو جان خودم فدا میکنه. ایلیف تو خوب هستی؟ یعنی که مرا اقدر دوست داره؟ بسیار زیاد. از هر چیز که از زیادتر. بگه پای شما باور ندارم. ایلیف تو را چی شده؟ ایلیف ایلیف به هوش بیا. ایلیف چشمایت باز کن. گفتم چشمایت باز کن. کسیت را که زیا برم داد در داخلش ویدیوی تو بود. دینیز باورم نمیشد.
تو چی میگردم؟ در اتاق شما کم ماندن نیست. تمام چیز فیلم برداری کردن. درست است، اما این کار کی بوده میتونه؟ چرا این کار کردن؟ البته کی کار پدرم است. دیگه کی کار میتونه؟ فکر میکنه قسمی متوجه مخواد بود. او کست پیش زیاد چی میکرد؟ زیاد خوب میشناسی. خدا میفهمه که چه قسم کست پیدا کرده. به هر صورت خوب شد که کست تبدیل کردن. اگر نه از موضوع خبر نمیشدیم. کست فعلا در کجاست؟ با دفتر امنیت از دینیز. خداوند لعنتت کنم. حالا دیگه این کست از کجا شده؟ حالا باید بریم. یک دقیقه. بله؟ دنیز بچیم ایلیف شفاخانه میبرن. چی؟ چند دقیقه پیش به رنا زنگ زدم او برم گفت فعلا هم در راستن طرف شفاخانه میرن. ما از اینجا بیرون شدن نمیتونم. میشه که تو همراهشان باشی؟ درست است، من همیال پیشان میرم. باز به شما هم خبر میتونم. چی شده دنیز؟ ایلیفا به شفاخانه بردن. اما چرا؟ نمیفهمم مردم، نمیفهمم. دفتن ضعف کرد. هیچ نفهمیدم که علتش چی بود. کدام مریضی دیگه خونه داشت؟ نه خیر. نداشت نه؟ نه خیر نه. اما این حامله است. بله 1.5 ماه هست. میشه ده بیرون منتظر باشن لطفا؟ خواهش میکنم لطفا بیرون برین. ای خدا حالا چی خواد کنم؟ حالا چی کنم؟ اگه دینیز ویدیو رو ببینه تباه میشم. سنم یک کار کن. فکر کن لطفا. فکر کن. بله بر ما یک مشکل پیدا شده. باید از امنیت یک کست بیرون کنیم. نه خیر بسیار جدی هستم. ما میفهمم که این کار بسیار سخت است احمد. از اون خاطر خوب تو سنگ زدم. بیبی هر قدر پولی که خواسته باشی برات میدم اما من از شر از این نجات بده. گفتی چطور ها؟ راستش یک مفکوره دارم اما باید از نزدیک ببینیم. امی امشب میبینیم. چی شده باشه؟ تشویش نکنین به هوش آمده. میشه بگوین وضعیتش چطور است؟ کمی ضعیف شده. از این خاطر امشب اینجا نگاش میکنیم. دزن بعضی معاینات به خاطر حاملگیش است که او انجام نداده. باید اول او را انجام بده. بعدن باز نتایج معاینات برتان میده. ایلیف چطور است؟ دینیز شما اینجا چی میکنین؟ تشکر میکنیم دکتر صاحب. چی وقت میتونیم او را ببینیم؟ چند دقیقه بعد با اتاق دیگه میبرنش. باز میبینیم. زنده باشه. یکتان خود جواب بتین. ایلیف چطور است؟ خوب است اما مشکلات زیادی را که دیده ضعیفش ساخته نیست. ضعف کرد باز مام. زود به شفاخانه آوردیمش. بعضی معاینات باید انجام بده. شما از کجا خبر شدین؟ از یک جای خبر شدیم دیگه. او را دیدم میتونه؟ بله اما یک نفرتان. درست است. اجازه بتین که ما برم. ایلیف چطور هستی جانم؟ دکتر گفت کم بود طفلت از دست بید. از همین خاطر امشب باید در اینجا باشی. اما تشویش نکن. کل چیز به زودی خوب خواهد شد. تمامش اشتباه خودم است. هیچ درست متوجهم نبودی. همیشه خدا اذیت کردم. البته که بالای وام تاثیر میکنه اما بازم این کار انجام میدی. الیف کمی خود راحت بساز.
راستش دینیزام در بیرون است. چی؟ یعنی که شما برش گفتی؟ نه خیر، نمیفهمم که از کجا خبر شده. باورم نمیشه. وام پیش از محکمه. محکمه چی؟ از دنیز طلاق میگیرم. الیف تو چی میگی؟ دنیز نباید درباره طفل خبر شود. فکر میکنم که باید خبر شود. تو بالای خانم رنو قهر میشی که براتون حقیقتا نگفته و تو این کار انجام میدی جانم. حالت ما و او یک قسم نیست سهیلا. او مرا فریب داده و من ازش طلاق میگیرم. دنیزم نباید درباره طفل خبر شود. فهمیده شد؟ عجله کو، را برو داخل شو. قسم میخورم پلیس جان هیچ کار نکردیم. الهی ما کو در خانه زن اولاد منتظرم هستن. در خانه زن اولاد منتظرم هستن. بسیار خوب، او را تحت نظارت گرفتن. یک بارو کست به دستم بفته باز. الیف؟ نه خیر دیگه نمیخوایم. تشکر. داخل آمدم میتونم؟ ما را بسیار ترساندی عزیزم. الیف لطفاً این قسم نکو جانم. تشویش نکنی. بیازو بعد از این هیچ کاری نمی کنم. بعد از این لحظه چیزی که برام مهم است طفلم است. تو واقعا میخوایی به دنیز نگویی ها؟ بله. اما او حق داره که بفهمم. مام حق دارم که ای را بفهمم. اما شما چپ هستی. بعد بیرون می باشم پیش دنیز. دخترم یک دانه آینه بیارین. زود شوین زود شوین. درست است. در گردن خانم رنا یک دانه خال بود. منظورت چی است؟ تصادف بوده میتونه. پس حقیقت چی است؟ چطور بفهمیم؟ آزمایش دی این ای. فقط این قسم میتونیم حقیقت بفهمیم. امر صاحب کسی نیست اینجا. تو چی غال مخال داری در ای وقت؟ باید تشنا برم دلم باد میشه. چیز را پوت میکنن. چی را؟ نمیفهمم اما یک چیز را پوت میکنن. خانم پرستار یک دقیقه ببخشید. دکتری که مریض معاینه کرد اتاقش کجاست؟ خانم دکتر بیرون رفتن. خب نتایج معایناتش خلاص نشده؟ نتایجش آمده اما ما در باره بردان هیچ چیزی گفته نمیتونیم میبخشیم. کم از کم ایره خوب بگوین که مثبت است یا منفی لطفا. راستش ممنوع است اما یک دقیقه صبر کنید. تشکر میکنم. دنیز کجاست؟ همراه پرستار گپ میزنم. میخواه نتیجه معاینات الیف ببینم. راستش میبخشین میشه که این نتایج به ما بتین؟ من به دکتر نشان میتونم. خانم رنا ما میتونم این کار انجام بدم. هنوزم شوهرش هستم. پس برو همراه الیف گپ بزن. دنیز ما باید دوباره دفتر برم. درست است. باز برات زنگ میزنم. خانم محترم شما او آدم هم میشناسین؟
یعنی درست چهرهشو ندیدم، تاریکی بود. خانم شما خوب هستین؟ میشه برام یه گلاس آب بیارین؟ البته. خواهر شما خوب هستین؟ شما را چی شده خواهر؟ باوش بیاین خواهر. خواهر باوش بیاین. چی شده؟ الیف میشه چند دقیقه گپ بزنیم؟ چیزی برای گفتن نمانده. میشه چند دقیقه ما را اجازه بدین؟ الیف تو را چی شده؟ چیزی نشده. با چشمایم دیده بگو چی شده الیف؟ حال خوب نیستم، اما فردا که طلاق گرفتم باز کاملا خوب خواهد شدم. اقدر عجله داری تو از ما جدا شدی؟ اگه نخواهیم چی خواهد شد؟ در بین ما او طفل است، روز به روز بزرگ شده میره. با مردم چطور جواب خواهد دادی؟ میخوایی که بدون نکاح طفل تا بزرگ کنی؟ یوز روزی که مرا فریب داده بودی همون روز کل چیز تمام شد. حالا نمیفهمم با کدام روی آمدی و آشکار میسازی که شوهرم است. الیف گپایت خلاص شد؟ بله. خب دختره، گپ وکیلیت شنیدی؟ حال خودتم درباره دوایت گپ بزن. درباره دوایی که میخوایی از دنیز آیدن جدا شوی. محترمه الیف گورن، محترم دنیز آیدینه، با عنوان شوهرتان بدون کدام قید یا فشار قبول دارین خانم الیف؟ یعنی شما کاملا به یه ازدواج راضی هستین؟ بله، ما کاملا راضی هستیم. میخوایم ازش جدا شم. بچه گپ همسر تا خوش شنیدی؟ تو میخوایی چی بگویی درباره همسرت؟ تو هم میخوایی جدا شوی یا نه؟ من یک اشتباهی انجام دادم، بسیار یک اشتباهی بزرگ. حالی هم تاوان اشتباه خودم میپردازم. بچم اشتباه از هر انسان سر میزنه، اما چیزی که مهم است درس گرفتن به خاطر اشتباهات آینده است. من بسیار خوب درس خود گرفتم. در یه روسی تنها کسی که اشتباه کردم هستم. پس میخواین از هم جدا شوین؟ بالاخره با هم عروسی کردیم. بله، عروسی کردیم. تو به راستی عروسم شدی؟ ای قسم نگو میشرمم. ای قسم نگو خیلی چی بگویم؟ در تمام دنیا میگم ما عروسی کردیم. کسی را که دوست داشتم به او رسیدم. دنیز لطفا چوبان.
خدا کنه کدام تصمیم اشتباه نگیری. خدا کنه. اگر نه هر دوی ما بسیار جگر خون خواد شدیم، به خاطر یکی بار واقعا دشمنای سرسخت میشیم. ببینین جوانا، در تصمیمتان هر دویتان رضایت دارین؟ پس توصیه میکنم که یک بار دگان فکر کنین. چیزی به فکر کردن وجود نداره قاضی صاحب. البته که ازم جدا میشن. مادر بچیم، چرا نمیگی که میخوایی ازش جدا شوی؟ چرا ناق موضوع کلان به خاطر که هنوزم همسر خود دوست داره، شاید نمیخواد که ازش جدا شود. سر صدا را بس کنین. اگه نه بیرون خواد کشیدم کلتانه. یکیتان نظامی و دیگه‌تان خانم با حجاب. با وجودی همه مشکلات با هم عروسی کردین. ما یک بار دیگه هم ازتان میپرسم، ببینین اگه بینتان باز هم کدام شک باشه، اگه بعدش پشیمان شوین و بگوین که کاش یک بار فکر میکردین، باز ما ای دعوا را به تعویق مندازم. تنها ای کار را به خاطر شما انجام میتونم. پدر جانم. باز تو چی میخوایی دخترم؟ هایی پدر شمام نی. زود شو بگو دیگه. با دینیز یک روز به خاطر نکای ما تعیین کردیم، اما غالب ثبت نام برای باز شاید نزدیکترین روز یک ماه بعد خواد بود. اما که پدر قندم یک تماس بگیره باز شاید روزی که ما میخواییم ما تعیین کرده میتونیم. چطور؟ کدام روزه میخواین شما؟ یک هفته بعد. دقیقه وقت کم چطور آمادگی تا میگیرین؟ خب بیا تو کل چیز ما آماده است. حتی لباس عروسی ما انتخاب کردیم. در ضمن نمیخوایم که محفل کلان بگیریم، به خصوص وقتی که مادرم ده تو یک حالت باشه. اما تو یک نکاهی ساده میخواییم. شما در این مورد چی میگین پدر جان؟ اگه ما چیز بگویم باز کدام چیز تغییر خواد کرد، چون همیشه کار دل خدا کردیم. درست است، حالا برم به شمارشه که برش زنگ بزنم. آی پدر جان قندم. چی میشه که یک موقع دیگه به خود بتیم؟ یک بار دیگه هم با هم یک جا شویم ایلیف. این تمام حوادثه. چطور فراموش کنم؟ بخشیده نمیتونم، دیگه باور کرده نمیتونم. من نمیخوایم که تو را از دست بتم عزیزم، چون من هنوز تو را دیوانوار دوست دارم. لطفاً قسم طرفم سیل نکن. بیازو به مشکل مانه اشکایم میشم. الیف، دینیز باید ایره قبول کنیم. ما دیگه راه برگشته نداریم. بهتر است که هر دوی ما جدا شویم، چون من دیگه تو را نمیخوایم. من میخوایم ازش جدا شوم قاضی صاحب. چی حاله؟ چی یک هفته بعد؟ ما دیگه تصمیم ما گرفتیم و تغییرم نمیکنم. درست از دخترم. تو چی میخوایی بگویی بچه‌ام؟ تا میخوایی جدا شوی؟ ما میخوایم که ازش جدا شوم قاضی صاحب. نظر به ای که دیگه موارد برای تحقیق و بررسی نمانده، جلسه را ختم میکنیم. میخوایم تصمیم نهایی را اعلان کنم. با دعوایی که از طرف الیف آیدن علیه شوهرش دینیز آیدن به قصد طلاق باز شده بود، به این نتیجه میرسیم که بعد از تمام شواهد و تحقیقات و همچنان سخنان هر دو جانب مد نظر گرفته، بالاخره فیصله دادگاه به این نتیجه میرسه که با مد نظر گرفتن مشکلات هر دو جانب، یعنی الیف آیدن و دینیز آیدن، باید از هم
دوستا فعلا باید برای 10 دقیقه وقفه بگیریم. تصمیم نهایی دادگاه را بعد از وقفه اعلان میکنیم. دفتن چی گپ شد؟ من خواهی چیز نفهمیدم. چرا وقفه اعلان کردن؟ میخواین تنها با تو و شوهرت گپ. شنایی چی گپ پس از هم جدا شدن؟ قاضی برای 10 دقیقه وقفه داد و بعدنام هر دویشان تنها داخل میبرن. به خاطر چی؟ ما دیگه از کجا بفهمم سنجر؟ درست وقتی که تصمیم نهایی اعلان میشد یک نامه آمد. بعدنام همه تو به 10 دقیقه وقفه داد. گوشیری یک بار به دنیز بته. بچیم پدرت زنگ زده. فعلا در موقعیت نیستم که امر بگیرم. نمیخوایم. سنجر درست است شنیدم شنایی. گوش کو. برش خوب بفهمان که کدام دیوانگی نکنه. قسم میخورم ای بار برش دل نمیسازونم. ای کاش که تصمیم در وقتش اعلان میشد. چرا به ما اجازه نمیتن که داخل شویم؟ حتما قاضی سبب تو مناسب دیدن. حتما در اون نامه کدام چیزی است. خدا میفهمه که در داخلش چی نوشته شده. نوبت دوای لیف آیدین و دوای دنیز آیدین است. امیال اونا رو داخل خواستن. بعدن باز برات زنگ میزنم. چرا موبایلش خاموش است؟ خوش آمدی. خوش باشی. جنرال قدرت خانه است؟ بله خانه است. میرم برشون خبر میدم. تلفن خانم شنایی را خونه میکنه. ما امروز به تماس شدن نتونستم. حتما دعوا ادامه داره. اما چوری کاری قدر طول کشید. نه اونو تنها طلاق میگیرن دیگه چیزی نی. چطور؟ نشه که او دختر از جدا شدن منصرف شده باشه. نه دیگه جانم، جرأتی تو کار نداره. اگه نکنم بسیار خوب میشه. به خاطر که هفته نو نکای ماست. وقتی که دیدم کار از کار گذشته خواستم که خودم اقدام به این کار کنم. نه خیر جنرال صاحب، یعنی وضعیت خانوم اینجا خوب نیست. اگر نه ما میخوایم خوشی اولادهای خود ببینیم. پس تا روز نکاح انشالله خوب میشه. دینیز هم باید در وقتش اوراق تسلیم کنه که ما بتانیم کارهای خودش شروع کنیم. اما تو نیست؟ بله البته. گفتین هفته نو جنرال صاحب؟ بله هفته نو. درست است. درست است. من رعنا کارایی مادر ایلیف هستم. اگه فکر میکنین که ایلیف تناست پس شما اشتباه فکر میکنین. گوش کنین. اگه پشت ایلیف رها نکنین باز مرا در مقابلتان خواهد دیدن خانم. شاید شما را خوبتر بفهمین که یک مادر به خاطر اولادش چی کارا کرده میتونه. شاید اردام کایا. تو اردام کایا هستی؟ بله قاضی صاحب. گفتی ما در مورد ای دعوا یک ثبوت داره ما قردام. میشه بگویی او ثبوت چی است؟ دنیز بسیار دوست خوبیم است. شخصا خودم شاهد هستم که دنیز با تمام مشکلاتایی که داشت با ایلیف روسی کرد قاضی صاحب. هیچ وقت این فکر نبودم که روز اینا از هم جدا شوند. اما یک روز دنیز اعتراف کرد که یک اشتباه بزرگی کرده و با ایلیف خیانت کرده. خب دیگه ایلیف هر کاری که باید میکرد انجام داده. اما من امروز یک چیز فهمیدم. حقیقت قسمی که به ما فهمانده شده و قسم نیست. اگه اجازه شما باشه با هم یک جایی رو ببینیم. بسیار خوب میشه بیارین.
خب شما هم بفرمایین. الان دیگه اینجا دراز بکش. قاضی صاحب ما نمیخوایم اقسم یک صحنه را ببینیم. میشه ایره خاموش کنین لطفا. مردم تو چی میخوای کنی احمق؟ دینیز بالای باور داشته باش. قاضی صاحب یک چند ثانیه بعد حقیقت برملا خواهد شد. درست است، میبینیمش. میبینی که در اینجا قید ماندیم؟ قسمی که دیدین اصلا هیچ کاری صورت نگرفته. تمام اینا یک بازی بودن. میخواستن که اینا را ناحق از هم جدا کنن. دینیز هیچ کدام اشتباهی نکردن. تشکر اردام. لطفا داخل بیاین. قبل از اینکه تصمیم خود اعلان کنیم یک بار دیگه ازتان میپرسم، تصمیمتان جدی است که از هم میخواین جدا شوین؟ در حقیقت هر چیزی که شده شده دیگه. بیازو ما اعتماد خود از دست دادیم قاضی صاحب. از همین خاطر میخوایم ازش جدا شوم. خدایا برم صبر بده. شما چطور دینیز آیدن؟ خواست شما چی است؟ میخواین جدا شوین؟ نه خیر. نه خیر قاضی صاحب. من خانومم بسیار دوست دارم و نمیخوایم ازش جدا شوم. بچیم تو چی میگی؟ نیک عقلت از دست دادی چطور؟ نه خیر مادر، بلکه برعکس عقل ما به جایش آمده. تو چرا نمیفهمی که من تو را نمیخوایم؟ ایلیف جان، در این مورد با هم باز در خانه گپ میزنیم، درست؟ خانه چی؟ قاضی صاحب لطفاً ما میخوایم ازش جدا شوم. نظم مراعات کنین، سر و صدا نکنین و به گپای ما گوش بدین. نتیجه جلسه دعوایی که توسط ایلیف آیدن به خاطر جدا شدن از شوهرش دینیز آیدن در محکمه ما دایر شده، نتیجه حواله براتان میگم. بعد از یک سلسله تحقیقات و ثبوت که توسط شاهد به دسترس ما قرار گرفت، اینا را مد نظر گرفته دادگاه به این نتیجه رسیده که جلسه را قسم فیصله کنه که به هر دو جانب مدت یک ماه وقت بده تا یک بار دیگه در این مورد فکر کنن. ایلیف صبر کن. ایلیف میشه صبر میشه که کنی؟ مرا راحت بانی؟ دیدی که من کدام گناهی نکرده بودم، باز چرا شق میکنی ایلیف؟ به خاطر که اگه او شب قدر نمی نوشیدی و خود بیهوش نمی ساختی باز حال این روزا را نمی دیدی. تو هم به اندازه من گناهکار هستی ایلیف. مرا نباید اجازه میدادی که میرفتم. با من چی ربطه داره؟ البته که ربط داره جانم. از خاطر تو بود که من قدر نوشیدم. خانم رنا میشه مرا تا خانم برسانی؟ درست است جانم. هیچ نیاز نیست. بیا از من به خانه خود میرم. نه که فراموش کردی دوای ما هنوز ادامه داره. امکان داره بعد از یک ماه از جدایی ما منصرف شوی ایلیف. لطفاً گپ ما گوش کن. خانم رنا بریم. ایلیف درست است. کل اشتباه از ماست. معذرت میخوایم. حال درست شد؟ خانم رنا لطفاً از اینجا بریم. میشه از این موتر پیاده شوی ایلیف؟ گفتم نه خیر. پس برو. فکر میکنی که من پشت تایلام تو ایلیف جان؟ خدا و راستی اگه الهید بده. لطفاً یکی برام بگویی که گپ از چی قرار است، اگه نه با شب خوابم نمیبره. راستش سهیلا اما هم چیزی رو نفهمیدم. خب بگن جنرال صاحب وضعیت ابراهیم چطور است؟ قسمی که دستور داده بودین کارهای لازم انجام میشه. یک دفعه باید پیشش برم. باز نگوی که چرا خبر ما را نگرفتی و زنگ نزدین. درست است جنرال صاحب، بر قسمی که شما میخواین. بسیار معذرت میخوایم. با اجازهتون. مشکل نیست.
تشکر سانم جان، دستایت درد نکن. بله، از هم جدا شدن یا نه؟ ما دیگه تباه شدیم سنجر. ما از بین رفتیم به خاطر که دوا تا یک ماه دیگه به تعویق انداخته شد. چطور؟ دینیز در آخرین لحظات از جدا شدن منصرف شد. سنجر، مشنوم. ما حالا چی خواد کردیم؟ پس هم چی خواد گفتیم؟ اگه بفهمه که اونا جدا نشدن باز تمام چیز خراب خواد شد. آقا قدرت، باز از کل چیز خبر خواد شد. برشان میگم که اونا جدا شدن. چی؟ دیگه کار از دست ما ساخته نیست شنایی، به خاطر که نکاره یک هفته بعد تعیین کردن. سنجر تو چی میگی؟ ما دیگه کار کردن نمیتونیم، اون نکاح باید صورت بگیره. درست است، اما چطور؟ تو تشویش نکن، من خوب میفهمم که چی کنم. میخواین با کی چی کار کنی؟ دخترم یگان کارهای نظامی است دیگه. خب من فکر کردم که در دعوایشان کدام مشکل پیش آمده. اونا خود جدا شدنی؟ خب تو فکر کرده بودی، تشویش نکو. دینیز دیگه با او دختر هیچ ارتباطی نخواد داشت. تو به کارهای نکاحت برس. اگه ارتباط نداشته باشن بهتر است، چون بعد از یک کدام مشکل با وجود بیایه باز ما هیچ کدام کاری کده نمیتونم. دزم اگه قسم کدام گپشا باز با بدنم چی بگویم؟ بله قسمی که گفتم تو تشویش نکن، کوشش که آمادگی نکاره بگیری. البته نه، باید مورد دیگه چیزا فکر کنم. بیا زو به این کار دیگه وقت نمانده. بر علاوه امروز 6 روز به نکاحی ما مانده. بله 6 روز. 6 روز. فکر کردی از من فرار کرده میتونی لیف جان؟ باش ببینم تا کجا فرار کرده میتونی. باورم نمیشه ما را تعقیب کرده تا اینجا آمدن. خانم رنا، دختری که در پهلویتان چشته برش بگوین بسیار دوستش دارم، بسیار. ای چه قسم چشم سفید بوده به خدا. او تو را فریب نداده بود ایلیف؟ فریب نداده. چطور یعنی؟ سنم دروغ گفته و خواسته ما جدا شویم. کارایی را که نمیخوایم انجام بتون به زور بالای من انجام میتن. بله، ما جنرال سنجر رایدین هستم. به خاطر یک کار بسیار مهم براتون زنگ زدم. قماندان دینیز آیدین باید زندانی سیاسی شود. در مورد مکان و زمان و دیگه معلومات ها را بعداً براتون میدم. نباید امرای مایی تو میکدی، نباید این کار انجام میدادی. هر قدر میگم تمام شد هیچ نمیفهم. به خاطر تو مجادله میکنه لیف جان. این کار دیگه کی خواد کرد ها؟ این بچه چی میکنه؟ همراه ما بیا ایلیف. من همراه تو هیچ جایی نمیرم. ایلیف گفتم همراه ما بیا. تو چی میکنی؟ ایلایم کو
ایلایم کن ایلی فسادم خراب نساز. تو نمیتونی قسم امرم گپ بزنی. البته که میتونم، من شوهرت هستم، هر قسم خواسته باشم امرایت گپ میزنم. حالا دیگه سوار شدم. برو حالا برو. خانم رنا، من خانم خودم میبرم، از شما متشکرم. متوجه خود باشه. توبه گفتم سوار شو. نمیزنم، برو. این کارت بسیار بد است. نمیفهمم چرا اینقدر ضدی هستی. رسیدیم. ما کجا میریم؟ متوجه باش که نفتی. درست است. حالا بیا. اینجا کجاست؟ برات میگم. بیبی اینجا را سالن جور میکنیم. اینجا را هم کلن شیشه میگیریم، فهمیدی؟ بیبی بیرون چقدر مقبول شده. بعد از این منظره بیرون یک جا خواد دیدیم. اینجا آشپزخانه ماست. اگه خواسته باشی امروز سالن یک جا میسازمش. در وقت آشپزی متوجه بیرون هم خواد بودی و متوجه طفل ما میباشی انشالله. تو در این مورد کدام نظر میتی؟ همه قسم چوب استاد میشی. اگه یک قسم باشه شاید در وقت آشپزی ما ببینمت. درسته سال سرد است، اما در اینجا بخاری دیواری جور میکنم برات. باز یک جا خود گرم خواد کردیم. و درست در قسمت بالا اتاق خواب ما خواد بود. طلوع آفتاب از اونجا میبینیم. تو خوش دارینی که طلوع آفتاب ببینی؟ در پهلوش یک اتاق برای اطفال ما خواد بود. به خاطر که اولادای ما نباید از ما دور باشن. و در پهلویش یک اتاق خاص، کاملا بی سر و صدا، به خاطر اتاق مطالعه خودت، تا بتانی به راحتی درست بخوانی. تو اینجا را چه وقت خریدی؟ یک هفته بعد از عروسی ما. میخواستم تو را متعجب بسازم، اما بعد از جدایی ما خواستی به کارت ادامه بدی. یادت هست تو برام گفته بودی که ما از تو منصرف شدیم؟ من هیچ وقتی از تو منصرف نشده بودم ایلیف جان. به خاطر که رابطه ما دوباره برقرار شد و یک ذره امید از دست نداده بودم. کاری که انجام دادم یک اشتباه بود، بسیار یک اشتباه بزرگ. اما من بازم از دوست داشتنت منصرف نشدم و نه خودم شدم. همیشه از چشمای خود زیادتر تو را دوست خواهد داشتم. حالا دیگه میتونیم از اینجا بریم؟ ای که مرا رساندی تشکر. تو داخل نمیایی؟ چی شده دخترم؟ کی است؟
تو در اینجا چی میکنی؟ فکر کنم فراموش کردین ما هم در اینجا زندگی میکنم. حالا الیف داخل بریم. پدر ما دیگه با هم آشتی کردیم. دختر لوده بعد از گپا بازم میره بخشیدی؟ دینیز هیچ اشتباهی نداشته. با ما دروغ گفته بودند. تو را همه قسم فریب داده بود. با چشمای خود دیدم. درست است فهمیده شد. رو با کل جای گشت و گشت پس به خانه خود آمد. حالا چی خواد شد؟ کل ما اینجا جایی نمیشیم. میشه برامو بگوین ما کجا بریم؟ به نظرم بسیار کار سخت خواد بود، اما الیف هم یک وقت او اتاق دیگه زندگی میکنه. خیر باشه لالا دینیز امی کامدی من از خانیم کشیدی. نه قسم نیست. کل ما اینجا یک جای می باشیم. نه خیر دخترم نه خیر. داماد حق به جانب است. کاملا درست گفت. بیا از اینجا خانه شماست. چی خواد شد؟ بخاری برقی خدا روشن میکنیم و یک جایی میشینیم. حالا دخترم تو برو جلو پستک تا جمع کن. پدر چی گفته میری؟ دیگه چی بگویم؟ حالا حرکت کو. توبه شما غذا میتونین از بیرون بخواین. ما قبل از شما خوردیم. پدر ما اونجا را منظم میکنم. باز میتونیم یگان چیز پخته کنیم. البته دخترم البته میتونی. حالا دیگه بریم. صاحب خانه را از خانهش بکش. چوری خانه مقبول به او دادی پدر؟ حالا در یوای سرد کجا باشیم؟ لوده گپ نزن. از دست تو طرف هیچ کس دیده نمیتونم. برام آبرو ماندین که طرف مردم سیل کنم. من حال با آقا سنجر زنگ میزنم. در ظرف 2 دقیقه آمده اینا را از اینجا میبره. تو تشویش نکن. برو زیاد پشت دق شده بودم، اما بیشتر تو را به خاطر همین لحظات از خداوند خواستم. الیف خدا را شکر که صدای ما شنید. در خانه خود هستیم. با خیال راحت طرف چشمایت میبینم جانم، بدون یک عذاب وجدان داشته باشم. دینیز میخوایم که برات یک چیز بگویم. حالا نه، وقت شام آمدم باز برام همه چیز بگو. حالا میخوایی کجا بری؟ باید خانه برم وسایل ما بگیرم. شام آمده تو را میگیرم، به غذای شب بیرون میریم. نه خیر، در خانه خودمو میخوریم. من غذای را آماده میکنم که تو بسیار خوش داری. تو را بسیار زیاد دوست دارم. به خاطر غذای شب چیزی میخوایی؟ نه خیر، اگه کدام چیز ضرورت بود باز از دکان درست است. بسیار دوست دارم. متوجه باشی. تو هم. لعنتی احمق لوده خودت چه فکر میکنه؟ فقط که قهرمان افسانه‌ای باشه. بدون کدام مشکل زندگی تا پیش میبری. تو را چی شده سنجر؟ دیگه همراه بچه‌ت با زبان خودش گپ میزنم. میخوای امرش چی کنی؟ نیک از بین میبریش؟ بله، اگه ضرورت باشه جانشم میگیرم. راست میگی، در او صورت قاتل بچه‌ت هم میشی. شنایی، این موضوع مربوط به شرف و عزت خانواده ماست. درکت میکنم سنجر، اما لطفاً کم آرام باش. بیشی که با هم گپ بزنیم. نمیخوایم که با این عصبانیت کدام تصمیم بگیری. بی شنایی. بله خدا جان، صدقیتان شام یولماز هستم. ما منتظر زنگت بودم. چه وقت بشینیم گپ بزنیم؟ والا بلا نمیفهمم چی بگویم. میگن دل به دل راه داره. همه چند لحظه پیش تو را یاد کردم. خدا جان میخوایم چیزی برات بگویم. او دختر ما امرای بچت آشتی کرده باز اینجا آمده. چقدر خوب. کجایی گپ خوب است خدا جان؟ تو چی گفتم میری؟ کدام کاری نمیکنی؟ اونا را ازم جدا نمیکنی؟ بچت از اینجا نمیخوایی که ببری؟ گوش کو یلماز، ما امرای عشق اونا مجادله کردن نتونستم. اگه تو میتونی برو بکا. بله خدا جان. قد کرد. چی گفت؟
گفت زور ما به اونا نمیرسه. من دیگه کاری کردن نمیتونم. اگه تو میتونی جداشم کنی جدا کن. یعنی کل کار باز نگردن ما انداخت. کجا میری دختر؟ نفهمیدی گفتم کجا میری؟ ها؟ باید برم. میرم که کل چیزا به هم بزنم. حق اینا را فقط سنم داده میتونه. دل من دنیا را شناختی، دل من مرد و نامردا را شناختی، دل من غصه نکو از کس و ناکس، دل من. بله؟ الیف جان به تشویشت بودم، چطور کردین؟ ما با هم آشتی کردیم خانم رنا. راست میگی؟ بسیار خوش شدم. حالا غذا آماده میکنم. دینیزم به خاطر گرفتن وسایلش رفته. زنگ دروازه است، اما یگان چیز خواسته بودم، حتما اونا را آوردن. خب درست است جانم، درست است. حالا قطع میکنم، بعداً باز گپ میزنیم. با هم آشتی کردن. راست میگی؟ خدا را شکر. تو میفهمی که دنیز هیچ اشتباهی نداشته؟ یعنی میگی که او بچه را ناگناهکار فکر میکردیم؟ هیچ نمیفهمم که خوش شوم یا خفه شوم. راستش خانواده دنیز، سنم، همگی مخالف عروسی 2 نفر هستم. بسیار میترسم که به الیف کدام ضرر نرسانم. دهن خدا به خیر باز کنیم که این کار به خیر شود. خدا کنه که آینده اونا مثل آینده ما نباشه. انشالله. میخوایم به شما یک گزارش بدم. کلی چیز اردام گفت، کاملا متعجب شدیم. چشمای کلاگی را باز کرد. اما بازم مثل همیشه اردام به سر وقت ما رسید. دخترا باور کنین بیشتر از دیگرها شما مرا کمک کردین. حالا زود دستایتان بشوین بیاین آشپزخانه که کارا منتظرتان است. یک دقیقه اول باید تافه‌ای بتیم. تافه‌ای چی؟ باش ببینیم که خوشت میایه یا نه. ای بسیار مقبول است. بسیار زیاد تشکر. حالا دیگه موضوع طفله بدی نیزا میگینه؟ امشب در وقت نان درش میگم. چطور شد؟ آمادگی گرفتین؟ بله جنرال صاحب، در موقعیتی که گفته بودین من قرار دارم. در وقتی که برات گفته بودم او باید خلاص شود. یک چند نفر دیگه امرایت یک جای اونجا میرن. متوجه باش، دینیز نباید از چیزی خبر شود. امرتان بجا میشه جنرال صاحب. بچه ساده من، کاری را که برات گفته بودم انجام میدادی. باز شاهد این روزا نمی بودیم. به گرفتن وسایل خود آمدیم. به خانه خود میرم. بچیم دیت یک وضعیت تنها راه حل که داریم باید گپای شما را قبول کنیم. قبلا هم گفته بودم مجبور نیستن که الیف دوست داشته باشین، اما حداقل باید احترامش داشته باشین. تو امرایس هم در این مورد گپ زدی؟ نه خیر، اما شما تشویش نکنید. 100% امرایش گپ میزنم. فعلا در این مورد امرایش گپ نزن. باید قدرت کارای با یک دلیل منطقی قانع بسازیم تا وقت وضعیت کمی اداره کن. شما اج میفهمین که چی گفته میرین؟ شما میگن که وضعیت بسنم نگویم، پس چی کنم؟ پدرت به خاطر که تو دوچار کدام مشکل نشی قسم میگه. میفهمم، به خاطر که اگه به من مشکل پیش بیاد مانع اینا میشه. خب به خاطر همیان باید گپ پدرت قبول کنی. از همین خاطر باید دهنت بسته کنی. در غیر از او باز هیچ وقت روی من نخواد دیدی. هیچ وقت. درست است. تا وقتی که شما آقا قدرت میفهمانین من چیزی نمیگم، اما از میره نخواین که متوجه سنم باشم. فهمیدین؟ هر قدر که میخوای فریاد کن بچه. در میز نکاح همراه سنم یک جای میشینی آقاتی نیست.
روز بخیر. میخواستم خانم سنم ببینم. بگم کی آمده؟ ها، هولیا هستم، خواهر الیف. درست است. بله. خب درست است. خانم سنم کدام کس به نام هولیا آمده میخواد شما را ببینم. میگه خواهر الیف است. آی نمیخوایم چهرهش ببینم. هیچ نیازم برش ندارم. تو برش یک بهانه که بگو که نیاید. درست است. خانم سنم خانه نیستن. فعلا خانم سنم خانه نیستن. پس قسم است. یک یادداشت میمانم برشان میدی؟ درست است. مادر بچیم گفتم خانک نخوری، از او خاطر برات یگان چیز گرم ماندم. چی میشه نقش مادر خوب بازی نکنین لطفاً؟ اما بچیم. اما چی مادر؟ اما چی؟ به خاطر زندگی خودتان، به خاطر زندگی شوهرتان آمدن زندگی مرا از بین بردن. حالا آمده پیشم نقش مادر خوب بازی نکنین. ما هر کاری که کردیم به خاطر خوبی تو کردیم. ما سالها به خاطر تو پدر درست زندگی کردن نتونستم. دزم تو هیچ قصه ای مادر نیستی. هیچ وقت به خاطر خوشی ما فکر نکردین، هیچ وقت. حتی امیال هم در فکر خودتان هستین. لازم کاری که در حقم کردین فراموش نکنین. اگر نه بیشتر از این جگر خون خواهد شدین. نه خیر. اگه قسم ببینه بازی توفه متعجب کننده نمیشه. پس چی کنم؟ قسمی بهتر است. آی بله. حالا بچه ناحق وقتتون رو ضایع نکنین. نشک کل چیزا افشا کنین، فهمیدین؟ اگه پرسید بگو ما اوامر را تعقیب میکنیم. دیگه چیزا نمیفهمم، فهمیدی؟ امرتان بجا میشه سید. ایره ده اینجا چرا آماده کردی؟ امشب آقا قدرت کدام مهمان داره؟ من چطور خبر ندارم. مهمان کی است؟ نمیفهمم خانم سنم. من خودم میبینم. خانم سنم یادداشت به شماست. تشکر میکنم. سنجر چرا در این وقت یک ساره میبینی؟ بیبی از کجا به کجا رسیدیم؟
تا دیروز. اگه مریض بود باز دلم برش میتپید، اما امروز مرا مجبور ساخت برش درد بتم. تو چی میگی سنجر جان؟ او یگانه بچه ماست. بعد از این من کدام بچه ای ندارم دیگه، خلاص شد. تیر از کمان رها شد. امروز سنم از من یک چیزی پرسید. گفت اگه ایلیف حامله باشه، اگه طفل داشته باشه ازش جدا میشی؟ گفتم هیچگاهی ازش جدا نمیشم. ای که ایلیف مرا ببخشه ازم خفه نباشه، هر کاری از دستم بیایی انجام میدم. کاشو گپش حقیقت میداشت و ما صاحب یک طفل میبودیم. این بزرگترین آرزویم است که یک طفل داشته باشیم. تشویش نکن، امروز با پدرت در مورد تو میگم. چقدر زیباستن. تو زیباتر از این هستی. چی یک بویی میایم. گوش نشدی؟ بسیار زیاد گوش نشدیم. پس تو برو بیشی ما میناره ده گلدان میمونم. درست است. اوف، غذایی که من خوش دارم. کل اینا رو تو پختی؟ نه خیر، دوستای مام کمکم کرد. دوستای چی وقت آمدن؟ به خاطر که به تشویش شده بودن چند دقیقه آمدن. فهمیدم. راستی تحفام آورده بودن. راست میگی؟ پس کجاست؟ باز خواد دیدی. زنده باشی. یک تو تنان برم میتی؟ بگی نوش جانت. بسیار خوشمزه است. سنجر، چرا چیز نمیگی؟ باز درباره چی فکر میکنی؟ برنامه چی است؟ گفتم بالا فشار نیار شنایی. بیبی، این حالتی که فعلا تو داری مرا بسیار میترسانه. اگه خواستی که همراه بچه‌م کدام کاری کنی، باز تو را هیچ وقت نمیبخشم. هیچ وقت. شنایی؟ بله، چی کردین؟ کارا شروع کردین؟ بله جنرال صاحب، قسمی که گفته بودین دو نفر دیگرم روان کردم تا کار را که گفته بودین انجام بدن. درست است. متوجه باشین تا آمدن ما کدام کاری نکنین. فهمیدین؟ امروز میخواستم برات یک چیز بگویم. الیف، اینا بسیار خوشمزه است. دست درد نکنه. نوش جانت. تو میخواستی چیزی بگویی؟ ها، همون شب که ما و تو در نظارت خانه بودیم،
تو برام همون وقت یک چیزا گفته بودی. راستش او وقت قدر چیزا برات گفتیم و قدر چیزا گفتیم که نمیفهمم کدامش تو میگی. حتی فراموش کردیم. چی گفته بودم؟ گفته بودی که ازت یک چیزه به نظرت پدرت باشه؟ نمیفهمم. باش من میبینم. زود پس میای. درست است. قماندان سه به خاطر کدام کار عاجل شما رو به وظیفه خواستن؟ در این وقت چه قسم کار بوده میتونه؟ در این مورد ما هم کدام معلوماتی نداریم قماندان سه. درست است ما هم یادم. درست است ما منتظر هستیم. باز یک کار عاجل پیش چه قسم کار عاجل در این وقت شب؟ نمیفهمم. اونجا که برام معلوم خواهد شد. تو به خاطر غذا منتظر نباش. نه خیر، منتظرت میباشم، اما زیاد دیر نکنی. درست است؟ چطور دیر کنم؟ این غذاها رو باید کلش بخورم. بسیار زیاد تشکر جان. مشنوم. گرفتنش؟ درست است همیاله میاییم. در این وقت شب کجا میری؟ یک کار عاجل پیش آمد. زود پس میاییم. خانم جاله؟ سلام جان. سلام. خانم جاله از این که درباره مادرت خبر شد به عیادتش آمدم. ایجاد جان، با شنیدن این گپ بسیار جگرخون شدم. واقعا این چه قسم یک حادثه شوم بوده؟ من از اینجا بیرون کنین. کسی صدای من میشنوه؟ از اینجا بیرونم کنین. کسی هست؟ بازم شما؟ اگه فکر کردین با زندان ساختن من از الیف جدا میشم
باز مرا هیچ نشناختین پدر. 25 سال میشه که به خاطر یک روز انتظار کشیدم. گفتنش آسان است. درست 25 سال. تنها هدفم به دست آوردن رتبه بالا بود. پدری که بچهش باعث افتخارش باشه. بازم او بچه رفته یک دختر دیاتی رو گرفته. مانع پیشرفت من میشه. یک قسم اولاد هیچ وقت نمیخوایم. اگه لازم باشه از سر رایم دور میسازمش، دور. اما بسیار کسا خواستن که مانع شون. بعضی اونا دوستایم بودن، یعنی از دوستای بسیار نزدیکم بودن. حتی عزیزترین دوستای خود از سر راه خود دور کردم. با وجودی همه کارایم آل بچیم در مقابل مستاد شده. تو چرا مرا اینقدر اذیت میکنی؟ ما برات یک شانس دیگه میتم. ما در زندگیم به هیچ کسی فرصت ندادم که بالایم گپ بزنه دنیز. اما برای تو یک فرصت دیگه میتونم. یا از او دختر جدا میشی و یا هم یا چی پدر؟ یا چی؟ من از بین میبری؟ میخوای بچه‌ت از بین ببری؟ او فرصتی که برای میته نمی است پدر. تنها کاری که مانده انجام بده نمی است. ایره بفهمین که هیچ وقت براتون اجازه ایره نمیتم. هیچ کارتون مرا زلیف جدا نمیتونه. ایره بفهمین. بزن بزن پدر، بزن بزن. خدا. مادر جان لطفاً تو نکنین. بیاد و صبح که چیز نخوردین. سنم حالا ایره با اتاقش ببر. اشتهای کل ما را خراب می سازه. سنم جان فکر کنم هفته نو نکایت است بخیر. بله. سنم خانم جاله امرایت کمک خواد کرد. با کمال میل. از این چی بهتر؟
هیچ نیاز نیست، من خودم حلش میکنم. هیچ امکان نداره. بیا از کل کار تنها انجام میتی نشه که باز زیاد خسته شوی، اما تو نیست؟ پس درست است. بعضی چیزاست که باید تی طرف او طرف برده شون. اگه خواست اون رو انجام بده. این کارا به من هیچ فرق نمیکنه سنم جان. هر قسمی که خودت بخوایی. سنم میشه کمرای ما بیایی؟ بیسی بیا. بار دیگه امرای خانم جاله ای قسم به احترامی نمیکنی، فهمیدین؟ او زن میخوای جای مادرم بگیره، شما برش اجازه میدین؟ البته که میتونم. با خاطری که از مادر جدا میشم و با جاله عروسی میکنم. مجبور هستی که ایره قبول کنی. اگه میگی قبول نمیکنی باز برای دینیز عروسی تا نمیکنم. امرایش دیگه ملاقات کردن نمیتونی. خارج از کشور روانت میکنم، باز تنها زندگی خواد کردی، فهمیدی یا نه؟ حالا برو دیگه. جاله جان، محکم کار دارم، ما باید برم. تو از این موقع استفاده خوب کن. راستی جاله جان، اینجا مثل خانه‌ت است، هر قسمه که میخوای باش. از طرف دیگه با سنم هم دوستای خوب خود شدیم. اما تو نیز دخترم. البته پدر جان، کاملا. ما هم کوشش میکنم که رویم با خانم جاله بهتر شود. وای خدای من، هوا بسیار سرد است. این وضعیت ما را ببین، کاملا زندگی ما تباه شد. گفته بودی که خانه را از ما گرفته نمیتونن. ببین مفته که از ما گرفته. زیاد سرم گپ نزن دختر، خودت یک دفعه سیل کو. گفته بودی کل چیز از بین میبرم، پس چی شد؟ برش یاداشت ماندم دیگه. وای خدای من. سر بخوری داغ میشینی؟ خب چی کنم؟ یخ زدیم دختر. فکر میکنم در یخچال هستم. قسم میخورم اگه در اینجا باشیم اردوی ما رو یخ خود زد. اما برش زنگ میزنم. درست از زود شو برش زنگ بزن. در اینجا از بین خواد رفتیم دختر. بله؟ سنم من اولیا هستم. یاداشت ما گرفتی؟ گرفتم، اما چی خواهد شد؟ گفتم ضروری است. چرا زنگ نمیزنی؟ حالا ما بیایم برات حساب بدم. تو دیگه کی هستی؟ بار دیگه برم زنگ نزنی، فهمیدی؟ دختر لوده بیا، تو حسابم خراب است. چی شد دختر؟ سرم ناز کرد، تلفون قطع کرد. توبه تو دا یاداشت چی برش گفته بودی؟ گفتم بسیار ضروری است، برم زنگ بزن. بسیار کارو خوبی کردی. یاداش ماندی و گفتی که برات زنگ بزنه ها؟ توف و تو در غضب خدا گرفتار شوی دختر. با جایی که بگویی ضرور است برم زنگ بزن. اگه زنگ نزنی دینیز از دست خواد دادی. اگه میگفتی ای روز سر ما نمیامد دختر لوده، خدا تو را لعنت کنه، خدا تو را لعنت کنه. توف کاملا دیوانه هستی. مهج تردید درباره ای که لذت غذا را خوب میفهمی ندارم. میخوایم در مورد غذا امشب نظرت بفهمم. کم خون دارم، چون زیاد بیرون نشده از این خاطر
ای گوشت کاملا پخته نشده. نیم خام و آلوده بخون. در تشخیص و لذت غذا اشتباه نکدی. از این خاطر از بین قدر نفرای عالی تو به این آشپزخانه انتخاب شدی. بسیار زیاد تشکر. اما درست پختن غذام یک نوع مهارت میخوایم. البته با کم تمرکز و حوصله ضرورت داره. هر کس گوشت خوب پخته کرده میتونه قدرت. نظر به خواست انسان مقدار مساله و نمک فرق میکنه و همونطور لذتش هم. اما در وقت انداختن مرچ هنر دستم نقش مهم داره. کلگی در این فکر است که آب تندی را دور میکنه، اما برعکس آب تندی را زیادتر میکنه. به خاطر امی آب دادن خود ما اینجا هستیم. بله دقیقاً از امی خاطر که تندی را بیشتر کنیم هستیم. انسان ها هر قدر که مرچ مصرف کنن اما قدر به آب نیاز خواهد داشتن. قدرت هر قدر که آب باشه به همون اندازه آتش هم خواهد بود. مرچ آخرین غذای این مملکت تو مندازی. با آدمایی که از دست تندی توش نمیشن تو آب میتی، اما آب دریا. آب دریا گفتین؟ آب دریا با مصرف شدن زیاد میشه. نمک و مرچ تشنگی را زیاد میکنه. درست قسمه که ما منتظر نفر دلخواه خود هستیم. مردم او را به حیث نجات از مشکلات خواهد دیدن، اما با مصرف بیشتر آب زیادتر درد خواهد کشیدن قدرت. و بیشتر از همه وقتا لبایشان از تندی آتش خواهد گرفت و همچنان مثل مجرمایی که ناخونایشان کشیده میشه. ای قسم باز خواهد فهمیدن که ما چی کدام میتونیم ها؟ البته تا وقتی که چشمایشان یک نجات دهنده را ببینن. پس چه قسم صورت میگیره؟ قانون منع حجاب بیشتر گسترش میدیم و از طرف دیگه اشاره به نجات دهنده میکنیم. در وقت مهم حجاب ممنوع قرار میدیم تا ای که در سراسر کشور ممنوع اعلان شود. وقتی که این مشکلات به تمام معنا حس کردن، او وقت ما شخصی که به حیث نجات دهنده اونا از برشان روان میکنیم. وقتی که انسان ها آب گفته فریاد بزنن، با وقتی که فریادشان تمام جا برسه، نفرایی را که ما میخواهیم درست دمو وقت برشان روان میکنیم. بله کاملا دقیق. با تمام نقاط کشور و قدر مرچ باش میتی قدرت که همه انسان ها طرف آب بدوان و نفر ما درست مثل فرشته نجات با کمکشان برسه.
دنیز دنیز نخیر 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 دنیز دنیز نخیر دنیز الیف خیرت باشه. چی شده؟ الیف چی شده؟ این کار کی است؟ دیشب وقت نان میخوردیم دروازه تک تک شد. چند از کار آمدن. کار عاجل گفته دنیزه با خود بردن. صبح امروزا مینا را پیدا کردم. اردام لطفاً برام کمک کن لطفاً. درست است تو آرام باش. بیا که یک بار سنجره ببینیم. حالا ده بالاخره یک دفعه از خانه بیرون میشی. درست است من خودم حلش میکنم. چی شده؟ اونجا چرا میری؟ از قرارگاه نبوده. از این خاطر خانه جنرال سنجر میری. دختر تو چی میکنی؟ آی بس است دیگه. دختر تو چی میخوایی؟ این مشکل چی است؟ میخوایم امرایت کمک کنم. درست است سنم جان، درست درباره است. دینیز است تو برام ضرورت داری. چی گفتم میری؟ چی بگوید دیگه؟ چت یاد گفتم میره. پس حالا این دختر از اینجا دور کنید. اگه من نباشم تو هیچ کار کردن نمیتونی. لطفاً از اینجا برو دختر جان. یه احمق چی میگه؟ به خاطر دینیز من برش نیاز دارم. دینیز خب بی‌اساس است. آرام باش دخترم، تشویش نکن، خلاص شد دیگه. تو هم لطفاً حرکت کن. گفتم ایلایم کو. میخوایم جنرال سنجره ببینیم. درست است اما نمیتونیم شما را داخل اجازه بدیم. شما میفهمین که چی میگین؟ شما تا هنوز نشناختین که من کی هستم. اردام خواهش میکنم کمی آرام باش. درست است. ما منتظر هستیم. بگوین که اردام آمده. درست است شما موترتان اونجا ساد کنین، ما داخل میرم خبر میدم. بله درست است. منتظر باش حالی میایم. میخوایم اولین توفره به نواسه ما بگیرم. اونجا را ببین. بیا که ببینیم.
ایلیف، تو رو بسیار دوست دارم. جنرال سنجر، از دیشب تا حال دینیز گم از کار عاجل گفته. از خانه بردنش تا حالی هم ازش خبری نیست. من از این موضوع هیچ خبر ندارم. بیازو معلوم است که یک دام بوده. امروز صبح صبح یک پاکت ای یک ساره روان کرده بودن. ای کار شما از همتون نیست. شما ای کار کردین نه؟ این لباس های طفلانه چقدر مقبول است. در وقتهای ما خواهی قسم لباس ها هیچ نبود. هرچند اگر می بودم به درد ما نمی خورد. فقط که ما کدام طفل داشتیم. یک سکی روان کده. دینیزه به چی حالت رساندن؟ شما دروغ میگین. تمامش کارای شما هست. شما دینیزه به این حالت رساندین. پس ما دروغ میگم. ما یک جندال هستم و قانون خود میفهمم. از طرف دیگه ما یک پدر هستم. یک پدر چطور میتونه قسم یک کار انجام بده؟ وقتی اساکر دیدن که دینیز در موتر عسکری بردن، باز من خواستم اول پیش شما بیایم. در موتر عسکری بردن؟ ای وای. پس جنرال قدرت از کل چیز با خبر شده.